سلام، من کوروش هستم. فرض کنین دوست، فامیل یا آشناتون ازتون میخواد که اینترنتتون رو براش وصل کنین و شما میگین که باشه من براش وصل میکنم و دوست ندارین بهش بگین نه، اما با خودتون فکر میکنین که اگر من اینترنتمو براش وصل کنم ممکن از حجمی که من نیاز دارم اون آقا بیشتر استفاده کنه و شما نمیخواین و اینترنتتون رو لازم دارین. و توی گوشی‌های اندرویدی یه روشی هست که میتونین برای هاتسپاتتون سقف درست کنین. یعنی مثلا اگر بیشتر از 200 مگابایت اون شخص استفاده کرد، هاتسپات شما به صورت خودکار خاموش بشه و به شما اعلام بشه که از حد مجاز بیشتر استفاده شده. برای این کار وارد تنظیمات میشیم، میایم پایین و قسمت کانون داغ همراه رو انتخاب میکنیم. از اینجا سقف اینترنت همراه یکباره رو انتخاب میکنیم و این رو روشن میکنیم. حالا اینجا اندازه رو انتخاب میکنیم. میتونیم اندازه رو بزنیم 50, 100, 150 یا 200 مگابایت. اگر اینا مورد میل شما نبود سفارشی رو میزنیم و اینجا انتخاب میکنیم گیگابایت باشه یا مگابایت. من مثلا روی مگابایت میذارم و مینویسم 500 مگابایت. حالا تایید رو میزنم و وقتی از 500 مگابایت بیشتر استفاده بشه من اعلام میشه. اینجا میتونیم بگیم که خاموش و اعلام شود یا فقط اعلام شود. یعنی اگر از این بیشتر استفاده شد هم خاموش بشه هم اعلام بشه به شما، یا نه وقتی از این بیشتر استفاده شد فقط اعلام بشه. اینو میتونین درست کنیم به همین سادگی.